حسین، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، مراجعات و پیام من به منافقان اینترنتی است. آن کسانی که در شبکه‌های اینترنتی در پی بی‌حیا کردن دیگران هستند، کسانی که با نام یگان دختر سامانه کشاده در آن رسم و نوارهای زنان نیم برهنه و لوچ می‌گذارند، یا رسمهای یگان دختری تاجیک را دریافت کرده با نام او سامانه می‌کشایند و با این طریق با مردان دیگر رابطه کرده هر سخن فحش و بی‌حیاگی را می‌نویسند. آنها با این کردار خود هم دیگران را به فساد می‌کشند و هم آبروی آن دختر را می‌ریزند. بعضی آنها با نام یگان دختر سامانه کشاده در آن رسمهای زنان زیبای با حجاب را می‌گذارند و خود را فرشته جلوه می‌دهند و با مردها شناس شده با مکر و فریب از آنها به مثل گدا و طلبنده پول می‌پرسند. سبحان الله، جوانان این امت به کجا رفته ایستاده اند؟ از همه کار افسوسناکش در آن است که بعضی جوانان در شبکه‌های اجتماعی وقتی رسم و نوارهای زنان نیم برهنه و لوچ را تماشا می‌کنند، حتما آن را برای پهن شدنش کلاس می‌مانند تا دیگران هم آن را ببینند. سبحان الله، گویا این کاری ثوابی است که می‌خواهد دیگران از ثواب او محروم نشوند. پناه بر خدا. چون این افراد عمل و کردار منافقان را انجام می‌دهند، یعنی آن نفرانی که دو چهره دارند و می‌خواهند که در بین مسلمانان بی‌حیاگی و فساد پهن شود. بسیاری از خواهران و برادران ما به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی حیا و عفت خود را از دست دادند و به فساد رفتند. من نمیگویم استفاده از شبکه‌های اینترنتی منع است، بلکه یک طریقه دعوت و اصلاح نیز هست. این وابسته به خود انسان است که در این شبکه‌ها رسم و نوارهای اصلاحی تماشا کنند. ولی متاسفانه جوانان امروزه خیلی کم به این جنبه توجه دارند و اکثرا در پی آن هستند که چگونه با دختر شناس شوند و چگونه او را به دام فساد کشند. العیاذ بالله. این پهن کردن بی‌حیاگی و فساد کردن در روی زمین است که خداوند برای این گونه مردم، یعنی شخصانی که بی‌حیاگی را پهن می کنند و در روی زمین فساد می کنند، وعیدی سخت کرده. در یک آیت بر آنها لعنت کرده و در دیگر آیت به عذاب دردناک بیم داده است. خداوند در آیت 25 سوره رعد می فرماید: استعیذ بالله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظیم. یعنی و کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند، یعنی عهد شکنی می کنند و آنچه را که خداوند به پیوستن آن فرمان داده قطع می کنند، یعنی قطع صله رحمی می کنند و با خویشاوندان و نزدیکان خود بدرفتاری می کنند و در زمین فساد می نمایند، یعنی اصلاح کاری نمی کنند و در پی پهن کردن بی‌حیاگی و فتنه و فساد در بین مسلمانان هستند، لعنت برای آنهاست و برای آنها سختی و بدی آخرت است. یعنی در آخرت آنها روزی سختی را در پیش دارند. برادر عزیز، آیا پهن کردن رسم و نوارهای بی‌حیاگی اصلاح کاری است؟ حالا هم گناه بودن کاری ناپسندت را حس نمی کنی؟ پناه بر خدا. و در آیت 19 سوره نور خداوند تعالی می فرماید:
استعيذ بالله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یعنی بیگمان کسانی که دوست دارند زشتی ها در بین مؤمنان پهن شود، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند میداند و شما نمیدانید. و مراد از فاحشه در این آیت چطوری که مفسران کرام فرموده اند: الفحش والفحشاء والفاحشه ما عظم قبحه من الافعال والاقوال. یعنی مراد از فحش و فحشا و چطوری که در آیت ذکر شده است فاحشه، گفتار و کرداری است که بی‌نهایت زشت است. پس ای برادر عزیز، در شبکه‌های اجتماعی وقتی کلام فحش نوشته خواهران ایمانیت را به زنا دعوت میکنی، دشنام و حقارت‌های فحش گفته نوار برداری میکنی، رسم و نوارهای زنان نیم برهنه و لوچ را پهن میکنی، آیا این کاری تو پهن کردن فحشا و بی‌حیاگی نیست؟ در اینجا خداوند تعالی عذاب دردناک را برای کسانی گفته است که آنها تنها دوست داشتند که گفتار و کردار فحش در بین مسلمانان پهن شود. پس ای برادر عزیز، تو چه گمان داری به آن نفرانی که نه تنها دوست می دارند بلکه خودشان همین فحشا و بی‌حیاگی را پهن می کنند؟ پس ای شخصی که در شبکه‌های اجتماعی برای زنان رسم‌های فحش و بی‌حیاگی می‌فرستی، ای شخصی که با سخنان فحش و بی‌حیاگی دیگر خواهران ایمانیت را به فساد می‌کشی، و ای شخصی که رسم و نوارهای حرام را پهن می‌کنی، از لعنت و عذاب دردناک خداوند نمی‌ترسی؟ گمان می‌کنی که این کار تو خوب است، ولی سببگار لعنت یعنی دوری از رحمت خدا و عذاب دردناک است. این را خدای تو خبر داده است، چرا توبه نمی کنی؟ وقتی دیگران را به بی‌حیاگی دعوت می کنی، باری هم خواهر و برادری خودت را فکر کرده ای؟ با دیگران چی رفتار کردی، البته همان گونه رفتار کرده می شوی. برادر عزیز، پیش از آن که مستحق لعنت و عذاب دردناک خداوند شوی، توبه کن، از همه کردار ناپسندت توبه کن و به سوی خداوند بازگرد که او خدای بی نهایت با رحم و توبه پذیر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. جوان تا کی چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمند ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لهو و بازی، گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی. جوان تا کی نفس بر آتش و دود، به سوی رب خود برگشت کن زود. امانت از خدا این جسم و جان است، امانت را چرا سازی تو نابود؟